در ملاقات با آموزگاران زبان‌های روسی و انگلیسی در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، وزیر معارف و علم رحیم سعیدزاده ذکر نمود که وقوع امروزه در دایره دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان اوید به اندیشیدن چاره‌های دخلدار برای بهتر کردن آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی صورت می‌گیرد. گفته شد که مسئله آموزش و از خودکنی زبان‌های خارجی خصوصا زبان‌های روسی و انگلیسی از جانب محصلین مکتب‌های میانه و عالی کسبی مملکت زیر توجه حکومت مملکت قرار دارد و این به سبب نیست، زیرا در روند تقویت یافتن همکاری‌های بین‌المللی جمهوری تاجیکستان با جامعه جهانی طلبات به متخصصانی که زبان‌های روسی و انگلیسی را خوب می‌دانند و با تکنیک و تکنولوژی حاضر زمان شناس هستند می‌افزاید. بنابراین اندیشیدن چاره‌های ثمره‌بخش بهره انکشاف و رشد من بعد شکل و اصول‌های نوی تعلیم و آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی همچون واسطه معاشرت با جامعه بشری مهم ارزیابی می‌گردد. طور در ملاقات ذکر شد بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات، آماده کردن کادرهای بلند اختصاص، آموختن زبان دولتی، تاریخ و فرهنگ باستان خلق تاجیک، بالا بردن ذوق و رغبت خوانندگان با آموزش فن‌های ریاضی دقیق، طبیعی، تکنولوژی اطلاعاتی و از خود کردن زبان‌های خارجی، مخصوصا زبان‌های روسی و انگلیسی، عامل اساسی پیشروی جامعه به شمار می‌رود. در دایره توجه و غمخوری‌های رهبریت دولت و حکومت مملکت در مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی برای باز هم بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات، آماده کردن کادرهای بلند اختصاص و داننده زبان‌های خارجی مخصوصا زبان‌های روسی و انگلیسی توجه مخصوص ظاهر کرده می‌شود. از جمله در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی برای تطبیق این هدف‌ها پیوسته آزمون‌های داخلی دانشگاهی زباندانی تشکیل شده هم آموزگاران و هم دانشجویان هوسمند گردانیده می‌شوند. خاطر رسان می‌شیم که 1 سپتامبر سال 2023 ضمن سخنرانی در روز دانش در دانشگاه دولتی طبی ختلان در ناحیه دنقره سرور دولت محترم امالی رحمان دانشجویان تمام مؤسسه‌های عالی تعلیمی کشور را با آموختن علم و دانش زبان‌های خارجی و آموزگاران را باز هم به بلند برداشتن صفت تحصیلات در مؤسسه‌های عالی کسبی هدایت کردند. زیرا به تاکید پیشوای ملت محترم امالی رحمان معارف ساحه‌ای است که انکشاف و پیشرفت جامعه از آن وابستگی کلان دارد و محض این ساحه بر رشد بخش‌های مهم خواجگی خلق مملکت تکان می‌بخشد.